امروز در مرکز ماموری ولایت ختلان شهر بختر دویومی فروم بین‌المللی ختلان اینوست 2025 جریان دارد. باید گفت که در این فروم نمایندگان و سرمایه‌گذاران داخل و خارج کشور اشتراک نموده محصولات خود را معرفی نموده ایستادند. و باید قید نمود که مقصد این فروم معرفی نمودن امکانیت‌های سرمایه‌گذاری ولایت ختلان میباشد. سنه 11 نوامبر در مرکز ماموری ولایت ختلان شهر بختر دویمین فروم بین‌المللی سرمایه‌گذاری ختلان اینوست 2025 برگزار گردید. مقصد اساسی فروم رونمایی امکانیت‌های سرمایه‌گذاری محصولات خارجی و داخلی کشور بوده. در آن نمایندگان زیاده از 20 کشور اشتراک داشتند. من محمد سعید فیصل هستم از کشور ایران، شهر مشهد. این برای چندمین باره که میام تاجیکستان ولی ایالت ختلان رو دفعه اول میام. خیلی خوشحالم از این که به کشور شما، کشور دوست و برادر و همزبان و در واقع ما یک ملتیم که با هم دیگه تجارت میکنیم. قصد داریم تجارتمون رو بیشتر کنیم. ما در زمینه چای کار میکنیم. دوشنبه سالیان سال با چندین تجار تاجیکستان و دوشنبه کار میکردیم و با گروه و دوستان جدیدی آشنا شدیم از ایالت شما، ایالت ختلان که دعوت شدیم از این نمایشگاه بازدید کردیم. خیلی خوشم آمد از این منطقه بسیار حاصلخیز و قابلیت‌های خوبی داره برای سرمایه‌گذاری. با طبیعت ما ایرانی ها هم که اینجا سازگار، آب فراوان، زمین خوب و مردمان خوب و دوست داشتنی. امیدوارم که بتونیم سطح تجارتمون رو بیشتر کنیم و بتونیم سرمایه‌گذاری متقابل اینجا انجام بدیم و دوستی و فرهنگ و خانوادگیمون رو با هم دیگه ثابت کنیم انشالله. رئیس ولایت ختلان همراه با مهمانان از نمایش محصولات وطنی دیدن نمود. باید قید کرد که در دایره فروم بین‌المللی سرمایه‌گذاری ختلان اینوست 2025 14 نفر صاحبکار زنان ولایت ختلان با گرانت رئیس ولایت سرفراز گردانیده شدند که حجم عمومی گرانت های دریافت شده 245,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. به نهایت ما زنان و هنرمندان ناحیه ولایت ختلان میندارگی خمون رو بیان میکنیم. شق و سلامت های من هنرهای مردمی در اشتراک میکنیم. هنر گلم بافی، تاق دوزی، چکن دوزی، قراق دوزی همش ای دست میوید. ای دوست شاگرد من بسیار تره. صاحبکار زنان از اقدام رئیس ولایت شاد گردیده وعده دادند که بازارهای جمهوری را با محصولات وطنی تامین می‌نمایند. من در مرکز کار و فعالیت میکنم و میخواهم که سیخ شخصی خود را کشایم. من شوی و گوهر استقامت کننده ناحیه جیهون در آزمون گرانتی رئیس ولایت اشتراک کردم. خوشبختانه جای گرفتم و میناداری خود را اولا به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت میرسانم و بعدا برای ولایت ختلان که ما زنان و دختران خانشین را دستگیری مینمایند، چون ما هنر داشتیم و شرایطی نداشتیم که محصولاتی که برای هنرمندی خود هست دسترس کنیم. خوشبختانه امروز ما از همین آزمون گذشتیم و صاحب مبلغ شدیم. می توانیم که هنر خود را ادامه دهیم و شاگردان زیاد تعلیم بدهیم. سپس مراسم افتتاحی فروم در بینای مرکز بین‌المللی رشد و اینوواسیای ختلان دایر گردید. رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید سخنرانی نموده اهمیت فروم را شرح داد. محترم سفیران و وزرای کورپس دیپلماتیک، سرمایه‌گذاران و شریکان روش. همه تشریف هر یک شما رو به شهر بختر بستانی مرکز ماموری ولایت ختلان برای اشتراک در فروم بین‌المللی سرمایه‌گذاری ختلان اینوست 2025 صمیمانه خیرمقدم می‌گویم. پس از آن معاون اول سروزیر تاجیکستان خالقزاده حاکم حکمت الله سخنرانی نمود. صاحبکاران سرمایه‌گذاران گرامی، مهمانان و عزیزان پیش از همه
بخواهم از حکومت جمهوری ترکستان و شخصا از خودم به همه شما برای توجه و اشتراک فعالتان در فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری خطلان اینوست بسیار می‌نداری بیان می‌کنم. дар ҷараёни ҳамоиш намояндагон аз ҳар гӯшаву канор баромад намуда андешаҳои худро нисбати форум иброз доштанд. форуми байналмилалии сармоягузории хатлон инвест 2025 дар се панел сармоягузорӣ барои рушди устувори минтақаҳо, шарикӣ бо бахши хусусӣ ва табдили хатлон ба маркази иқтисодии муосир, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ва аз замин то бозор рушди занҷираи арзиш дар кишоварзӣ, содирот ва коркарди маҳсулоти маҳаллӣ дар вилояти хатлон гузаронида шуд. пас аз муҳокимарониҳо дар панелҳо силсилаи мулоқотҳои соҳибкорону сармоягузорони ватанӣ ва хориҷӣ баргузор гардид. дар натиҷаи мулоқоту таваффуқи ҳосилшуда миёни доираҳои тиҷоратию сармоягузорӣ наздик ба 30 созишнома ба имзо расид. тибқи арзёбиҳои муқаддамотии маблағи умумии лоиҳаҳои ба имзо расида зиёда аз 900 миллион сомониро ташкил медиҳанд.